به نام خدا و با عرض سلام به خبر دست طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه میزان سال آینده خورشیدی. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که احتمال دارد انتخابات مجلس نمایندگان در روز 29 ماه میزان برگزار شود. مشکلی وجود نداره به لحاظ تکنیکی و عملیاتی، ولی از نظر امنیتی، از نظر مسئولیت هایی که حکومت باید بپذیره و به شدت سرش کار کنه. بیش از 2000 پرونده فساد اداری زیر بررسی نهادهای عدلی و قضایی. حکومت میگوید که برای زدودن فساد اداری به پرونده های فساد پیشگان به گونه جدی پرداخته می شود. فساد را کسایی میکنند که خوب حکومت میفهمه که کی فساد میکنه، ولی حکومت جلویش گرفته نمیتونه. سمنک ویژه جشن سال نو خورشیدی. در آستانه فرارسیدن سال نو خورشیدی زنان و دختران در ولایت بلخ به سمنک پزی پرداختند. و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روسیه بر اساس نظرسنجی ها ولادیمیر پوتین همچنان برنده انتخابات خواهد بود. من فؤاد امان هستم. معاون فنی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که احتمال دارد انتخابات مجلس نمایندگان در روز 29 ماه میزان سال آینده خورشیدی برگزار شود. این کمیسیون ناامنی‌ها و فراهم نشدن هزینه‌های انتخابات را بزرگترین موانع در برابر برگزاری انتخابات شورای ملی در سال آینده می‌داند. معاون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که حکومت تا اکنون درباره انجام مسئولیت‌هایش در کار برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی‌ها اطمینان نداده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که مواد اساسی برای ثبت نام‌های رای دهندگان به این کمیسیون رسیدند و قرار است این مواد در هفته آینده به ولایت‌ها فرستاده شوند. معاون عملیاتی این کمیسیون میگوید که بر بنیاد تقویم انتخابات مجلس نمایندگان ثبت نام نامزدان این انتخابات به روز اول ماه جوزا آغاز خواهد شد. بانو وسیمه بادغیسی میگوید که احتمال دارد این انتخابات به روز 29 ماه میزان سال آینده برگزار شود. مشکلی وجود نداره به لحاظ تکنیکی و عملیاتی، ولی از نظر امنیتی، از نظر مسئولیت هایی که حکومت باید بپذیره و به شدت سرش کار کنه و در ارتباط باشه با کمیسیون، در این ارتباط هنوز کاملا مطمئن نیستیم. یکی از مسئولیت‌های اعضای کمیسیون مستقل انتخابات آوردن اصلاحات در این کمیسیون است. به گفته معاون عملیاتی این کمیسیون، مسئولان 14 ولایت کمیسیون مستقل انتخابات از 14 سال بدین سو در این پست ها کار کردند و اما اکنون این پست ها بر رقابت گذاشته شدند. در همین حال برخی از فشارهای سیاسی در برابر آوردن این اصلاحات نیز وجود داشتند. تقاضا کردند که ما در بستای خود باقی بمانیم که باز هم کمیسیون قبول نکرده و شامل روند استخدام ساخته ای افراده. با این همه شماری از نهادهای ناظر بر روند انتخابات و برگزاری این انتخابات از سوی این کمیسیون و حمایت آن از سوی حکومت بی‌باورند. از گذشته ما ادعای ما می بود که حکومت اراده سیاسی نه به اصلاحات انتخاباتی داره نه به برگزاری انتخابات، و حالا که ما در آستانه برگزاری انتخابات ها هستیم، یعنی هم انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی و متعاقباً انتخابات ریاست جمهوری، گام ها بسیار بطی برداشته میشه. کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات 7300 مرکز رایدهی را در سراسر کشور مشخص ساخته است، اما 32 ولسوالی با ناامنی‌های جدی روبرو هستند. کمیسیون مستقل انتخابات هزینه انتخابات‌های شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها را 70 تا 90 میلیون دلار تخمین زده است که بیشتر آن از سوی جامعه جهانی پرداخته خواهد شد. حکومت میگوید که با بهره‌گیری از راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری به 2800 پرونده فساد اداری پرداخته شده است که توجه ویژه بر فساد در نهادهای عدلی و قضایی شده است. سخنگوی ریاست اجرایه میگوید که تا اکنون بیشتر از 200 قاضی و سارنوال یا از کارهایشان برکنار شدند و یا پرونده های فساد آنان زیر بررسی هستند.
حکومت میگوید که راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری بر 5 اصل استوار است و این راهبرد از نزدیک به 1 سال بدین سو عملی می شود. شفافیت در سیاست ها، رهبری سالم، مدیریت درست مالی و منابع، شفافیت در روند استخدام ها و ایجاد یک دادگاه ویژه برای غاصبان زمین از اصل های مهم این راهبرد هستند. یوازې د څارنوالۍ څخه 2800 د فساد قضایاوې تکمیل سي هلته وڅېړل سي. له دې ډلې څخه تر 400 ډېرې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل سوي دي. اما دیدبان شفافیت افغانستان این کارکردهای حکومت وحدت ملی را در کار مبارزه با فساد اداری بسنده نمی‌داند. این استراتژی از کمبود یک مکانیزم مستقل برای تطبیقش رنج میبره، با وجودی که یک سلسله تعهدات خوبی در این استراتژی گنجانیده شده، اما این تعهدات عملی نمیشن. حکومت میگوید که با بهره‌گیری از راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری میلیون‌ها دلار نیز از فساد پیشگان به دست آمده است. فساد در کسایی میکنن که خوب حکومت میفهمه که کی فساد میکنه ولی حکومت جلویش گرفته نمیتونه. اعلام راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری کم از کم 3 سال را در بر گرفت، اما سرانجام سال پار میلادی این راهبرد از سوی حکومت نهایی شد. طالبان در واکنش به آوازه‌ها درباره طرح سپردن برخی از بخش‌های کشور در روند گفتگوهای صلح با آنان این طرح را رد می‌کنند. این گروه در اعلامیه می‌گویند که این طرح افغانستان را به سوی تجزیه خواهد برد و این گروه تجزیه افغانستان را نمی‌خواهد. اما حکومت افغانستان می‌گوید که در روند صلح افغانستان طرح دادن بخش‌هایی از کشور به طالبان مطرح نشده است. طالبان کمتر درباره پیشنهادهای صلح واکنش نشان می‌دهند، اما این بار این گروه در اعلامیه‌ای در برابر طرح گلبدین حکمتیار برای سپردن برخی از بخش‌ها به این گروه که به روز جمعه به نیویورک تایمز گفته بود واکنش نشان می‌دهند و چنین طرحی را نکوهش می‌کنند. هم د سولې خبرې په دې هدف ده چې وسلوال کسان مشخصا هغه څوک چې افغانان دي هغوی په افغانستان کې سوله-ییز او تر پخوا بهتره ژوند ولري، نه دا چې افغانستان تقسیم سي او پر ډلو باندې سره وویشل سي. در همین حال در کنار تلاش‌های صلح‌جویانه حکومت، نهادهای امنیتی و دفاعی کشور به ادامه جنگ در برابر گروه طالبان تاکید می‌ورزند. هر کسی که با جنگ اتکا کنن و جنگ دوام بدن و دشمن مردم افغانستان است. هر کسی که است. او طالبایی که مصلح نیستند و در مقابل نیروهای امنیتی افغانستان و مردم افغانستان ایستاد میشن، با اونا با تمام توان میجنگیم تا که اینا را از صف ما را بخارج کنیم. با این همه سیاست‌های حکومت افغانستان در کار کشانیدن طالبان بر میز گفتگوهای صلح نیز انتقاد میشوند. تر څو چې پر طالبانو باندې نظامی فشار وارد نسی او دوی الته د اوسېدلو ځای ونه لري په افغانستان کې د پټن ځای ونه لري او تر سخت فشار نظامی فشار لاندې را نسی، زه په دې کې نه یم چې طالبان سولو ته غاړه پرېږدي. بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت افغانستان در نشست کابل برای نخستین بار از بهر گفتگو با طالبان پیشنهادهای مشخصی را مطرح کرد. در ساختن پیش شرطها، صدور گذرنامه‌ها و آزادی سفر به طالبان و کمک کابل در از میان برداشتن تحریم‌های جهانی در برابر سران این گروه بخش‌های عمده این پیشنهادها بودند. حکومت افغانستان از نخست وزیر پاکستان دعوت کرده است که به افغانستان بیاید. سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که حکومت انتظار دارد با گفتگوهای مستقیم میان رهبران دو کشور راه حل به اختلافات موجود پیدا شود. شمار از اعضای شورای ملی میگویند که حکومت افغانستان باید خواستهای مردم افغانستان را و نیز راههای از میان برداشتن تنش‌ها را به گونه روشن با مقام‌های پاکستانی در میان بگذارد. در اوج اختلاف‌ها میان کابل و اسلام آباد، رئیس جمهور از نخست وزیر پاکستان دعوت کرده است تا به افغانستان بیاید. د پاکستان صدر اعظم ته په دې خاطر بلنه وکړل شوې ده ترڅو د دولت په دولت د هر اړخیزو مذاکراتو په پیل سره د سولې، تروریزم سره مبارزې او سیمه ییزې همکارۍ په اړه یو ښې نتیجې ته ورسیږو. در حالی که حکومت افغانستان رسیدن به صلح را در کشور نیازمند همکاری‌های صادقانه پاکستان می‌داند، اما شماری از اعضای مجلس سنا می‌گویند که مقام‌های پاکستانی بر تعهداتشان صادق نیستند. آیت آمدگی ما فکر میکنم که یک فریب است و وقت ضایع کردن است. مردم افغانستان هم مصرف میکنند. آمد و رفتن نتیجه را در قبال نداشته و نخواهد هم داشت.
در همین حال آوردن فشارهای بیشتر جامعه جهانی بر پاکستان و طالبان، روشن شدن خواستها و گفتگوهای رو در رو میان مقامهای افغانستان و پاکستان از شیوه‌های گفته می‌شوند که می‌توانند صلح را در افغانستان تامین کنند. هیله مو دا ده چې دغه خبرې او دغه بحثونه یو مثبت نتیجه ورکړو. په سخت ورته وایي که تاسې رښتیا هم عملي اقدام اخلي، اولین اقدام دا دی چې طالبان مجبور کړي چې د افغانستان د دولت سره اول روغبند اعلان کړي. زما د رئیس صاحب جمهور نه خواهش دا دی چې پر ملل متحد باندې په سر کې پر امریکا غږ وکړي چې پر پاکستان باندې فشارونه زیات کړي چې طالبان د سولې و میز ته کښېنوي. دولت افغانستان پاکستان را بر حمایت از هراس افغانان، گسترش ناامنی ها در کشور و بی نتیجه ماندن گفتگوهای صلح با طالبان مقصر می داند و مسئولان حکومت بخش های مرزی پاکستان را مکانهای امن برای هراس افغانان می گویند و اما اسلام آباد این اتهام ها را همیشه رد کرده است. سفیر ایران در کابل میگوید که سیاست ایران تقویت توسعه و تعاملات با حکومت وحدت ملی بر بنیاد روابط دولت با دولت است و درباره سخنان جواد ظریف وزیر خارجه این کشور میگوید که از گفته‌های آقای ظریف درباره زندان هسکت در سوریه سوء برداشت شده است. محمد رضای بهرامی میگوید که هدف آقای ظریف زندان هسکت در سوریه بوده است، نه هسکمینه ولایت ننگرهار. متاسفانه یک سوء برداشتی از صحبت‌های ایشون در اسلام آباد به عمل آمد که فکر می‌کنم منشأش هم برمیگرده به یک تلویزیون فارسی زبان خارج از منطقه و اشتباهی که در ارتباط با زندان حسکه در سوریه با شهرستان حسکمینه در ننگرهار ایجاد کردن. این سوء برداشت متاسفانه باعث ایجاد یک فضای بین شبکه‌های اجتماعی در افغانستان شد. سمنک‌پزی جشن ویژه زنان و دختران است که در آستانه فرارسیدن سال نو و سوی دختران و زنان در ولایت بلخ انجام می شود. بانوان در مزار شریف می گویند که این جشن از روزگاران بسیار کهن تا امروز همه ساله در آستانه فرارسیدن سال نو و نوروز تکرار می شود. دختران جوان دور دیگ گرد آمدند و هر یک به نوبت کفگیر می گیرد و کفچه می زند. در مزارش بخصوص در هر خانه و هر جا ببینیم در ماه یود امیشان مصروف آماده ساختن سمنک می باشند. بانوان می گویند که دیگ سمنک را با دعا و نیایش باز می کنند. آنان می گویند که این جشن فرصت خوبی برای بانوانی است که کمتر می توانند در کنار هم باشند. از خدای پاک آرامی و خوشبختی می خواهیم، صلح باشه، آرامی باشه در شهر ما. سمنک از سبزه گندم، آرد ترمیده، چارمغز و روغن ساخته می شود. آنان به این باورند که سمنک هم نظر است و هم جشن. یک صلح آشتی را در افغانستان بیاره، خداوند یک آرامی را بیاره، یک ارزانی را بیاره که ما دیگه هیچ بشارای و کشورهای مردم دیگه ما مسافر نشویم دیگه. با این خاطر ما از این رسم و عنعنات خود هر سال تجلیل میکنیم. سمنک پزی از رسم‌های دیرینه است که معمولاً در شب سال نو و یا یک روز پیش از نوروز برگزار می شود. تا لحظات دیگر دختران دانش آموزی که از مدرسه علوم دینی فارغ شدند چه تعریف از خشونت و تندروی دارند؟ سرانجام پس از 8 ماه راه میمنه شیرین تگاب برای رفت آمد نظامیان باز شد. مقام‌های محلی در فاریاب میگویند که این راه به تازگی و با یک عملیات نظامی از وجود طالبان پاکسازی شده است. والی فاریاب میگوید که در این عملیات‌ها 62 روستا در ولسوالی‌های شیرین تگاب، خواجه سبزپوش و دولت آباد از وجود طالبان پاکسازی شدند. بیشتر از 1500 دختر دانش آموز از یک مدرسه علوم دینی در کابل گواهینامه‌های فراغت گرفتند. این دانش آموزان که دوره‌های تفسیر و ترجمه قرآن کریم را به پایان رسانیدند میگویند که خشونت و تندروی در قرآن کریم جایی ندارد. آنان تاکید می‌ورزند کسانی که از نام دین اسلام به خشونت‌ها دست می‌زنند بزرگترین جفا را در حق اسلام روا می‌دارند. این دانش آموزان سالها برای آموزش تفسیر و معنای قرآن کریم تلاش کردند و امروز در پایان این دوره آموزشی در یک مدرسه خصوصی علوم دینی در کابل با کوله‌باری از دانش قرآنی سند فراغت می‌گیرند.
از 13 بخش فارغ شدن. بخش های قاعده، ناظره، تجوید، قرآن کریم، تفسیر، ترجمه، حفظ، صرف نحو، دستور زبان عربی، سیرت، بخش دوره کوچک حدیث ما فارغ دادیم. بعد از این هم میخوایم که به این راهی که ما شروع کردیم این ادامه بدیم و تا وقتی که این توان در خود میبینم و این که این همکاری استادم با من باشه من ادامه میتم این راه خدا تا که یک هدف نهایی که من دارم به او برسم. این دانش آموزان میگویند که در هیچ جای از قرآن خشونت و تندروی جای ندارد و کسانی که به نام اسلام و با سوء استفاده از نام دین اسلام خون انسانها را میریزند برای بدنامسازی اسلام تلاش میکنند. یو انسان مسلمان جکسی او هغه بل مسلمان له بینویسي او حق مزتو کې چې قرآن عظیم شان کېږي حق مدارس کې چې قرآن عظیم شان ول کېږي هغه بینوري او هغه د اسلام دین ته دوی ضرر رسوي او دا ډیره یو وحشتناک خبره ده. اگر مادرها اولادایشان با مهر و محبت کلان بکنند هیچ فرزند آماده انتحار و انفجار و کشتن خودش و آسیب رساندن به دیگران نمیشن. این فارغان میگویند که با آن که سالها برای به دست آوردن این سند تلاش کردند اما این اسناد فراغتشان در نهادهای حکومتی اعتبار کاری ندارد و این کار سبب خواهد شد آنان نتوانند با این سندها در نهادهای حکومتی کار به دست آورند. تا لحظات دیگر خواست کارخانه‌داران از حکومت تأسیسات نظامی را از نزدیکی‌های پارک‌های صنعتی دور سازید. ایران از افغانستان خواسته است که برای ایجاد کارخانه تولید فولاد در منطقه آزاد چابهار به گونه مشترک در این بندر سرمایه گذاری کند. در مراسم رونمایی پژوهش اهمیت بندر چابهار و کشورهای افغانستان، ایران و هند که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان انجام شده است، سفیر ایران در کابل میگوید که بندر چابهار گذشته از اهمیت ترانزیتی و بازرگانی در جذب سرمایه گذاری های مشترک میان کشورها سودمند خواهد بود. کارخانه‌داران در واکنش به حمله انتحاری روز شنبه در منطقه دیسپچری از حکومت می‌خواهند که تأسیسات نظامی از نزدیکی پارک‌های صنعتی دور ساخته شوند. این کارخانه‌داران می‌گویند که در حال حاضر شمار زیادی از نهادهای نظامی در نزدیکی کارخانه‌ها قرار دارند و با هر حمله انتحاری و انفجاری زیان‌های هنگفته به آنان وارد می‌شود. حمله انتحاری روز یکشنبه در منطقه دیسپچری کابل به شماری از کارخانه‌های تولیدی در این بخش زیان رسانیده است. شماری از کارخانه‌داران میگویند که در نزدیکی پارک‌های صنعتی تأسیسات نظامی قرار دارند و با هر حمله بر این تأسیسات میلیون‌ها افغانی به کارخانه‌داران زیان وارد می‌شود. این کارخانه‌داران تاکید دارند که حکومت باید نهادهای نظامی را از ساحه پارک‌های صنعتی بیرون کند. لطفاً دغه صنعتی ساحه نه زموږ دوی ووځي که کوم زه فکر کوم چې زیات خو به دومره موجودیت هم نه پکې لري اوس، خو که بیا هم یوه او دوې درې یا څلور قرارګاهګانې یا دلته حضور ولري او دا وي په کلک هم د دولت نه غوښتنه ده او د خارجي همکارانو نه موږ دا غوښتنه ده چې دا ساحه تخلیه کړو. خواهش مشخص ما واضح به نیروهای امنیتی ما به دولت محترم ای است که این ساحه پارک‌های صنعتی از تأسیسات نظامی تخلیه شود. در همین حال وزارت تجارت و صنایع میگوید که برای حل مشکلات کارخانه‌داران این وزارت راهکار پارک‌های صنعتی را ساخته است و به زودی این راهکار را برای تایید شورای عالی اقتصادی به این شورا میفرستد. پالیسی پارک‌های صنعتی تقریبا نهایی شده در آینده نه چندان دور از طریق شورای عالی اقتصادی که باز هم نمایندای از صنعتکارای ما حضور دارن. آقای کمینزاده اونجا هر هفته میبینن، اونجا بحث میشه. بعد از اینکه در شورای عالی اقتصادی که تحت ریاست جناب رئیس جمهور افغانستان است تصویب شد، عملی میشه، دیگه مشکل در بخش زمین و توزیع زمین در پارک‌های صنعتی یا زیرساخت‌های از وجود نخواهد داشت. بر بنیاد اطلاعات انجمن صنایع در حال حاضر در پارک‌های صنعتی پلچرخی 1000 کارخانه در بخش‌های گوناگون فعالیت دارند، اما در کنار این کارخانه‌ها بخش از زمین‌های پارک‌های صنعتی پلچرخی یا غصب شدن و یا هم به هدف انبارخانه‌ها و توقفگاه‌های موترهای باربری استفاده می‌شوند. تا لحظات دیگر انتخابات ریاست جمهوری در روسیه تا به چه اندازه از مردم در انتخابات رأی دادند؟
انتخابات ریاست جمهوری روسیه امروز برگزار شد. این انتخابات با حضور 4 نامزد به شمول ولادیمیر پوتین صبح امروز در شرق روسیه آغاز شد و تا پایان شام امروز به وقت آن کشور ادامه یافت. ولادیمیر پوتین که در نظرسنجی ها پیشتاز بوده است برنده این انتخابات پنداشته می شود. اما مهم این است که چه اندازه مردم در انتخابات رای دادند. انتخابات ریاست جمهوری روسیه صبح امروز از شرقی ترین بخش های این کشور آغاز شد و چند ساعت پس از آن مردم در مسکو نیز برای دهی آغاز کردند. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری روسیه نیز رای دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که برای 4مین بار می‌خواهد به این مقام برسد به یک مرکز رایدهی در مسکو رفت. او در پاسخ به پرسش درباره رای دادن به خودش در این انتخابات میگوید مطمئن هستم که برای کشورمان بهترین برنامه ها را دارم. حکومت روسیه امسال به دنبال افزایش نقش جوانان در انتخابات بود و آگاهان میگویند که مسکو میخواهد با این کار مشروعیت ولادیمیر پوتین را افزایش دهد. در کنار بخش‌های دیگر روسیه مردم در شبه جزیره کریمیا هم که در سال 2014 میلادی از اوکراین جدا شد و به روسیه پیوست در انتخابات رای دادند. از انتخابات انتظار دارم که روسیه نیرومند به بار بیاورد. امیدوارم که وضع زندگیمان بهتر شود. ما انتظار داریم که زندگی مردم بهتر شود، تنخواه افزایش یابد و فرزندانمان زندگی بهتر داشته باشند. شهروندان روسیه در کشورهای دیگر نیز در سفارت‌های این کشور رای دادند، اما در اوکراین که از چند سال به این سو تنش‌های بزرگ با مسکو دارد به روس‌ها اجازه رایدهی داده نشد. یک شهروند روسیه که برای رایدهی به سفارت این کشور در کیف رفته بود از نیافتن اجازه رایدهی خشمگین است. چه احساسی؟ وقتی به شما اجازه ندهند که رای بدهید چه احساسی خواهید داشت؟ برخی از اوکراینی ها هم خوشحالند که حکومتشان به روس‌ها اجازه شرکت در انتخابات را نداده است. ما به انتخابات پوتین در روسیه اجازه نخواهیم داد، زیرا پوتین و روسیه اشغالگر هستند و اوکراینی‌ها این را نمیپذیرند. پوتین و روسیه در اوکراین جای ندارند. انتظار می رود که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری روسیه تا دیر هنگام امشب اعلام شود. ژاپن امسال بیشتر کمک‌هایش را در بخش‌های کشاورزی و زیربناها در کشور هزینه خواهد کرد. سفیر ژاپن در کابل بر ادامه کمک‌های این کشور به افغانستان تاکید می‌ورزد و می‌گوید که با در نظر داشت نیازمندی‌های کنونی افغانستان بیشتر کمک‌های این کشور در بخش‌های کشاورزی، زیربناها و آموزش در این کشور هزینه خواهند شد. سفیر ژاپن در کابل با تاکید بر ادامه کمک‌های کشورش به افغانستان میگوید که بخش‌های کشاورزی، زیربناها، آموزش و صحت در اولویت برنامه‌های کمکی این کشور به افغانستان هستند. و ژاپن را کمک کننده مهم برای افغانستان می‌داند. اولویت کمک‌های ما در بخش‌های کشاورزی و توسعه زیربناها در افغانستان است. و من می توانم بگویم که در سال روان میلادی نیز ما بر بنیاد برنامه‌هایمان در این بخش‌ها به افغانستان کمک خواهیم کرد. ژاپن با در نظر داشت تجارب موفق کشت بازرگانی در جهان، یکی از کشورهای مهم کشاورزی است که کشاورزان این کشور از زمین اندک حاصلات بیشتر به دست می‌آورند. ادامه خبرها در طلو نیوز تقدیم می شود. سپاسگزارم از توجهتان در طلو. سرخط خبرها: برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه میزان سال آینده خورشیدی. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید احتمال دارد انتخابات مجلس نمایندگان در روز 29 ماه میزان برگزار شود. مشکلی وجود نداره به لحاظ تکنیکی و عملیاتی، ولی از نظر امنیتی، از نظر مسئولیت‌هایی که حکومت باید بپذیره و به شدت سرش کار کنه. بیش از 2000 پرونده فساد اداری زیر بررسی نهادهای عدلی و قضایی.
حکومت میگوید که برای زدودن فساد اداری به پرونده های فساد پیشگان به گونه جدی پرداخته می شود. فساد در کسایی میکنند که خوب حکومت میفهمه که کی فساد میکنه ولی حکومت جلویش گرفته نمیتونه. سمنک پزی ویژه جشن سال نو خورشیدی. در آستانه فرارسیدن جشن سال نو خورشیدی زنان و دختران در ولایت بلخ به سمنک پزی پرداختند. و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روسیه بر اساس نظرسنجی ها ولادیمیر پوتین همچنان برنده انتخابات خواهد بود. یک مرد که به اتهام قاچاق سنگ‌های گرانبها به دام مرزبانان بندر ترخم افتاده است، از ادامه استخراج و قاچاق سنگ‌های گرانبها در ولایت بدخشان سخن می‌گوید و گفته این مرد معادن لاجورد در ولسوالی کران و منجان بدخشان به دست دولت نیستند و فرماندهان محلی از داشته‌های این معادن سود می‌برند. در همین حال پلیس بدخشان می‌گوید که استخراج معادن لاجورد در این ولایت پایان یافته است، اما در ولسوالی راغستان این ولایت باشندگان محل با شیوه‌های ریکشویی طلا به دست می آورند. ولد 2.5 کیلو سنگ است، ارزشش دیگه برای فعلا پیش من 43 ساله است و به گفته خودش 3 سال پیش هنگامی که سرمایه‌اش را در کارهای ساختمانی از دست داد به کار قاچاق سنگ‌های گرانبها رو آورد. باشنده ولسوالی کشم بدخشان است و میگوید که بیشتر سنگ‌های استخراج شده معادن ولسوالی کران و منجان این ولایت را به کابل آورده است و یا هم به پشاور پاکستان برده است و فروخته است. وی با نزدیک به 3 کیلوگرم سنگی که به نام لعل پیازی شناخته می شود در بندر ترخم به دام نیروی مرزی افتاده است. با پشاور برید به تیلری برادر از ترخم تیر میشه میره و با چی که نمی به تیاره که نمیره. در حالی که حکومت استخراج و فروش غیرقانونی سنگ‌های لاجورد را ممنوع ساخته است، این مرد میگوید که معادن لاجورد در کران و منجان بدخشان هنوزم از دست دولت بیرون هستند. صلاح غیر مسئول است دیگه. هر کس خودش فقط هم یک قوم برای در بدخشان هم مدام برای خاص برای مردم اسکازر است. مرزبانان در بندر ترخم نیز تایید میکنند که قاچاق سنگ‌های گرانبها که بیشتر از معادن بدخشان به دست میآیند به بیرون از کشور ادامه دارد. اسکنرهای تلاشی و هم از بایک‌ها و هم از پرسنل برای ما ایجا آماده بکنن و بتوانیم که امنیت بهتر در بندر ترخم به وجود بیاریم. در این میان پلیس بدخشان تنها ریکشویی طلا را از سوی مردم در ولسوالی راغستان این ولایت میپذیرد. بنده که با حفظت معدن ایجاد شده، پرسنلش فعلا سرکار آمده. بیش از 1 سال پیش نهاد گلوبال ویتنس در گزارشی از افزایش درآمدهای طالبان از معادن بدخشان که به گفته این نهاد بیشتر با باجگیری از استخراج کنندگان این معادن به دست میآیند هشدار داده بود. به باور گلوبال ویتنس اگر کابل و جامعه جهانی در جلوگیری از استخراج غیرقانونی این معادن کاری نکنند، این کشور در آینده با تهدیدها و دشواری‌های تازه‌ای روبرو خواهد شد. تصاویری که به تولونیوز رسیدن نشان می‌دهند که در آزمون استخدام کارمندان در اداره ثبت احوال و نفوذ ولایت بدخشان تقلب گسترده‌ای صورت گرفتند. این تصاویر نشان می‌دهند که از نظارت کنندگان گرفته تا نیروهای امنیتی در این آزمون به اشخاص دلخواهشان نقل می‌دهند. شرکت کنندگان این آزمون خواهان ملغا شدن این آزمون هستند، اما مقام‌های محلی در ولایت بدخشان این آزمون را شفاف می‌دانند. شماری از شرکت کنندگان این آزمون نارضایتیشان را نشان می‌دهند و میگویند که حتی یک پارچه از سوی چندین شخص خانه‌پری می‌شود. باید حقمان برمان داده شود، نباید واسطه دارا و کسایی که کارتن کلان هستند پیش بروند. سوالا را خودشون برای همش شاگردایی که دمیجا آمده دادن چی می‌کردن؟ نقل می‌دادن. آنان میگویند که اداره ثبت احوال نفوس باید این آزمون را ملغا اعلام کند. پروسه امتحان امروز قسمی بود که همه گرد وعد بود. ما نفهمیدیم که اصلا ثبت نام کی کرده و غیر ثبت نام کی کرده. در اینجا کسایی را امتحان میداد که تقاعدش 10 سال تیر شده. با این حال نهادهای نظارت کننده این آزمون از شفافیت در این آزمون سخن میگویند. این پروسه را شما خودتان دیدین که در حدود 30,000 نفر تقریبا اشتراک کرده. پروسه تقریبا شفاف هم انشاءالله هست، به شفافیت انجامید. نسبتا خوب بود دیگه. با اندازی که ما بود نیروهای امنیتی باید با ما 100% همکاری میکردن دیگه. ما با تنهایی هیچ کاری کردن نمیتونستیم.
قرار است اداره ثبت احوال نفوس بدخشان 162 کارمند را استخدام و سپس به ولسوالی‌های مختلف این ولایت بفرستد تا برای انتخابات پیشی روی برای ساکنان بدخشان تذکره توزیع نماید. مجلس سنا از حکومت می‌خواهد که چگونگی کشته شدن 8 غیر نظامی را در یک عملیات مشترک نیروهای خارجی و دولتی در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار بررسی کند. رئیس و شمار از اعضای این مجلس میگویند که کشته شدن غیر نظامیان در عملیات‌های نظامی در کشور سبب فاصله گرفتن مردم از حکومت خواهد شد. مجلس سنا در واکنش به کشته شدن 8 غیر نظامی در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار میگوید که نباید در عملیات‌های نظامی به غیر نظامیان آسیب برسد. رئیس این مجلس از حکومت می‌خواهد که در این باره پاسخ دهد. داسې خلک کشته چې د 4 و 5 کلونو 2 بچیان شهیدان شوي په څنګ د کور د محلي پولیسو پوسټه ده 4 کاله متواتر د الله د رضا لپاره رضاکارانه همدې پوسټې ته ډوډۍ پخوي. متاسفانه 2 ځوانان د هغوی پکې شهیدان شوي. دې شیانو مخنیوی ونیسي. زما فکر نور هم فاصله د ولس او د دولت په مابین کې زیاتېږي. روز سه‌شنبه سخنگوی والی ننگرهار تایید نمود که در یک عملیات مشترک نظامیان افغان در ولسوالی چپرهار این ولایت 8 غیر نظامی جان باختند. در همین حال وزارت دفاع ملی میگوید که این رویداد را به گونه جدی بررسی خواهد کرد. عملیات از طرف وزارت دفاع اجرا نشده. اونجا عملیات صورت گرفتن. ما هم شنیدم که از طرف قطعاتی که اونجا عملیات شدن به مردم آسیب رسیدن. او را یک هیئت تعیین کردن که او را ببینن که مسئله از چه قرار است. کشته شدن غیر نظامیان در عملیات‌های نظامی در کشور تازگی ندارد. اما وزارت دفاع ملی تاکید می‌ورزد که در مقایسه با سالهای پیش میزان تلفات غیر نظامیان در عملیات‌های نظامی در کشور کاهش یافته است. وزارت دفاع ملی میگوید که روند بازنشسته شدن افسران بر بنیاد کارشیوه تازه ادامه دارد و این روند هیچگاه بر اوضاع جنگی اثر نخواهد گذاشت. آسای هم وزارت امور داخله میگوید که با آغاز سال نو خورشیدی روند بازنشستگی شمار از افسران این نهاد نیز آغاز خواهد شد، اما این اداره در این باره این بازنشستگان آمار نمیدهد. قرار است تا 2 سال آینده در حدود 2000 افسر بلندپایه از نهادهای امنیتی و دفاعی کشور بازنشسته شوند. یکی از راهکارهای اصلاحی در نهادهای امنیتی و دفاعی کشور ایجاد طرح تازه سن بازنشستگی برای افسران در نهادهای امنیتی و دفاعی کشور است که در نخستین اقدام حکومت بیش از 160 تن از افسران ارتش را بازنشسته ساخت و وزارت دفاع ملی بر ادامه این روند تاکید می‌ورزد. یک پروسه نرمال است در وزارت دفاع جریان دارند و هیچ اینطور کاری نمیشه در وزارت دفاع که خدا نخواسته بالای وزارت محاربوی تاثیر سو کنه یا تاثیر منفی بگذاره. در همین حال وزارت امور داخله میگوید که این روند در سال آینده هجری خورشیدی در این نهاد نیز عملی خواهد شد. قرار است به سال نو 1397 این برنامه روی دست گرفته شود. بعد دیده شود که چه تعداد از منصوبین وزارت داخله تابع ریفرم میشن و تابع پروسه تقاعد میشن. در حدود 1 ماه پیش 164 تن از افسران بلندرتبه ارتش نظر به طرح سن بازنشستگی بازنشسته شدند که با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. این پروسه قطعا پیش ما قابل قبول نیست. این پروسه بیگانه است. بیگانه پروسه خارجی را باید رئیس جمهور هم قبول نکنه. امیدوار هستم که حکومت یک مکانیزم خاصی را ایجاد بکند تا این چالش‌هایی که واقعا مقابل قوات‌های مسلح و در مجموع کادرهای بسیار برجسته قوات‌های مسلح قرار گرفته این رفع شود. شماری از اعضای شورای ملی میگویند که حکومت در تعیین سن بازنشستگی باید تجدید نظر کند. بعضی بیکار خلک په کې لمانځه تللی شي مګر تکړه خلک دې کې لمانځه ځي په همدې وجه باندې ولسي جرګې کې موږ په دې باندې هغه چې دې کې باید تعدیلونه راشي. بر بنیاد این طرح سن بازنشستگی برای دگروالان 54 سال، تورن جنرالان 58 سال و برای دگر جنرالان 60 سال و نیز برای استر جنرالان 62 سال خواهد بود. وزارت دفاع ملی میگوید که قرار است 2000 جنرال و افسر بلندپایه نهادهای امنیتی تا 2 سال دیگر بازنشسته شوند.
وزارت دفاع ملی تاکید می‌ورزد که اگر طالبان به روند صلح نپیوندند، نیروهای دولتی بر این گروه بیشتر فشار خواهند آورد. معاون کشف و استخبارات راهبردی وزارت دفاع ملی میگوید که این تلاش‌های این نیروها از بهر حاضر شدن طالبان به گفتگوهای صلح انجام خواهند شد. مقام‌های این وزارت در مراسم فراغت نزدیک به 950 افسر و سرباز کماندو از افزایش عملیات‌های ارتش در سال آینده هجری خورشیدی خبر می‌دهند. تاکید بر افزایش فشارهای نظامی بر طالبان در مراسم فراغت نزدیک به 950 افسر و سرباز کماندو در کابل. افغانستان در پاره خدمت کو. اگر دشمن با صوتی دیگه در کار ببرن، اگر به صلح اونا روی نبیارن، اگر از او قسم و سوگندی که خوردن که بدای دنیای انسانیت اونا روی نمیارن، باز از پشتکار، از فداکاری و از قهرمانی و از پاشنه آهنین کماندوهای افغانستان میتونه این مامون برآورده شود که اونها را وادار به صلح شوند. در این مراسم از تلاش‌ها برای راه اندازی عملیات‌های نظامی در سال آینده هجری خورشیدی نیز سخن گفته می شود. با دست پاکتان که بهترین اسلحه است نسبت به اینفور، نسبت به دیسی، فقط و فقط استقامتتان، صداقتتان، دست پاکتان، برخوردتان با مردمتان بهترین اسلحه است. د کماندو کول اردو ډیر مرحلهوار مختلر اولا که یو کندک و بعدا لوا شد، بعدا فرقه شد و حالا الحمدلله کول اردوست. فصل گرما که همواره آغاز نبردها در افغانستان بوده است در حال رسیدن است و همزمان تلاش‌ها برای تامین سال در کشور بیشتر از پیش شده. بنیاد آقاخان توافقنامه‌ای را با وزارت صحت عامه به امضا رسانیده است که بر بنیاد آن یک مرکز معیاری تشخیص درمان در شهر پلخمری بغلان ساخته می شود. وزارت صحت عامه می گوید که این مرکز در شهر پلخمری به گونه معیاری ساخته خواهد شد و افزون بر بغلان ولایت‌های دیگر شمال کشور نیز از خدمات بهداشتی این درمانگاه بهره‌مند خواهند شد. خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در ولایت هرات از عدم دسترسی به اطلاعات سخت شکایت دارند. آنان میگویند که شمار از نهادهای دولتی اطلاعات را به وقت و زمان معین در اختیار خبرنگاران قرار نمیدهند و در دادن اطلاعات به خبرنگاران تبعیض دارند. اما مقام‌های محلی هرات این ادعاها را رد می‌کنند و میگویند که هیچ سند در برابر هیچ سد سر راه اطلاع رسانی در این ولایت وجود ندارد. پایان خبر عدد و پس از وقفه کوتاه خبرهای ورزشی تقدیم می شود. خداوند نگهدارتان. اینان جوانان هستند که رکاب میزنند تا برنده این رقابت ها شوند. 15 دختر و 15 پسر بایسکل ران در این رقابت دوستانه شرکت کردند. هدف از برگزاری این رقابت ها نیز رساندن پیام صلح و همدیگر پذیری و بزرگداشت از سال نو خورشیدی گفته شده است. فدراسیون باسکتبالی ما خوشبختانه 4 تا ملی پوش داره از طبقه ذکور و 2 تا ملی پوش هم داره از طبقه اوناست که یا همیشه به افتخار افغانستان یعنی رشته باسکتبالی برای کشور افتخار آورد. دوچرخه سوارانی که در این رقابت ها شرکت کردند از راه اندازی این پیکارها ستایش می‌کنند. از سوی دیگر دختران بایسکلران میگویند خرسندند از اینکه فرصت برای آنان آماده شده تا در رقابت‌های بایسکلرانی شرکت کنند، هرچند چالش‌های نیز سر راه آن وجود دارد. علاقه خاصی که من در این ورزش داشتم این که بتونم در این مسابقه شرکت کنم و مقام اول را از آن خود بکنم و نشان دهنده ای است که خواستن توانستن است و بانوان میتونن هر ورزشی را که دوست داشته باشن او را پیشه بگیرن و در او موفق باشن. مشکلات وجود داره. اینا ما بسکل کاری میکنیم یا ورزش میکنیم یا فوتبال میکنیم، همیشه حاضر اذیت مردا قرار میگیریم. بچه‌ها میگن که دختر چی مونده به فوتبال یا دختر چی مونده به بسکل رانی. ما میخوایم کمی فرهنگ از کشور ما از بین برود. این در حال است که در ولایت بلخ بیش از 50 تن از جوانان مصروف بایسکل رانی هستند که 4 پسر و 2 دختر آنان عضویت ملی
دوچرخه سواری کشور را نیز دارند. هفتمین دور رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندوی کشور که با شرکت 266 تکواندوکار از 28 ولایت به شمول مهاجران افغان مقیم ایران و پاکستان از 3 روز به این سو در کابل آغاز گردیده بود، سرانجام شب پیش با شناسایی 32 چهره برتر و تیم ملی و معرفی 4 بازیکن نخبه به بازی‌های آسیایی جاکارتای اندونزیا به پایان رسید. در این دوره از پیکارها مهاجران افغان مقیم ایران نیز خوب درخشیدند و توانستند 3 مدال طلا کسب کنند. در پایان این پیکارها محسن رضایی در وزن 58 کیلوگرم، احمد بخشی در وزن 63 کیلوگرم، شریف مرادی در وزن 68 کیلوگرم و رامش حسینی در وزن 80 کیلوگرم برای اشتراک در بازی‌های آسیایی اندونزیا مشخص گردیدند. در پایان این پیکارها محسن رضایی بهترین بازیکن این دوره از رقابت‌ها انتخاب گردید و همچنان معروف قاسمی بهترین مربی انتخاب شد. در این دیدار در نوبت نخست بازی را در بخش توپزنی بازیکنان تیم زون آمو آغاز کرد و توانست باز دست دادن تمامی بازیکنان خود 288 دوش را انجام دهند که در بخش توپزنی برای تیم آمو عبدالمالک خوب درخشید و توانست 64 دوش را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش توپ انداختن برای تیم بست یمین احمدزی خوب درخشید و توانست 5 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در مقابل کرکت بازان زون بست در نوبت نخست بتنگ خود توانست باز دست دادن تمامی بازیکنانشان 184 دوش را انجام دهند که در بخش بتنگ برای تیم زون بست وحیدالله شفق خوب درخشید و توانست 80 دوش را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش توپ انداختن برای تیم زون آمو عبدالواسی خوب درخشید و توانست 4 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. کرکت بازان زون آمو در نوبت دوم توپزنی خود توانست باز دست دادن 2 بازیکن 384 دوش را انجام دهند که در بخش توپزنی برای تیم زون آمو درویش رسولی خوب درخشید و توانست 200 دوش نات اوت را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش بالنگ برای تیم زون بست یمین احمدزی بار دیگر خوب درخشید و توانست باز دست دادن کمترین دوش 1 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. کرکت بازان زون بست در نوبت دومی توپزنی خود نتوانست هدف داده شده 2 بخش توپزنی کرکت بازان زون آمو را برآورده سازد و بازی را با تفاوت 282 دوش به این تیم واگذار کرد که در مجموع کرکت بازان زون بست در نوبت دوم خود توانست باز دست دادن تمامی بازیکنانشان 206 دوش را انجام دهند که در بخش توپزنی برای تیم بست کریم خان صادق خوب درخشید و توانست 75 دوش را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش توپ انداختن برای تیم زون آمو بار دیگر عبدالواسی خوب درخشید و توانست 6 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در پایان این دیدار عبدالواسی از تیم زون آمو توانست با درخشش در بخش توپ انداختن از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت‌ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست بیاورد. در این دیدار در نوبت نخست بازی را در بخش توپزنی بازیکنان تیم زون آمو آغاز کرد و توانست باز دست دادن تمامی بازیکنان خود 288 دوش را انجام دهند که در بخش توپزنی برای تیم آمو عبدالمالک خوب درخشید و توانست 64 دوش را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش توپ انداختن برای تیم بست یمین احمدزی خوب درخشید و توانست 5 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در مقابل کرکت بازان زون بست در نوبت نخست بتنگ خود توانست باز دست دادن تمامی بازیکنانشان 184 دوش را انجام دهند که در بخش بتنگ برای تیم زون بست وحیدالله شفق خوب درخشید و توانست 80 دوش را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش توپ انداختن برای تیم زون آمو عبدالواسی خوب درخشید و توانست 4 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. کرکت بازان زون آمو در نوبت دوم توپزنی خود توانست باز دست دادن 2 بازیکن 384 دوش را انجام دهند که در بخش توپزنی برای تیم زون آمو درویش رسولی خوب درخشید و توانست 200 دوش نات اوت را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش بالنگ برای تیم زون بست یمین احمدزی بار دیگر خوب درخشید و توانست باز دست دادن کمترین دوش 1 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. کرکت بازان زون بست در نوبت دومی توپزنی خود نتوانست هدف داده شده 2 بخش توپزنی کرکت بازان زون آمو را برآورده سازد و بازی را با تفاوت 282 دوش به این تیم واگذار کرد
که در مجموع کرکت بازان زون بست در نوبت دوم خود توانست با از دست دادن تمامی بازیکنانشان 206 دوش را انجام دهند که در بخش توپزنی برای تیم بست کریم خان صادق خوب درخشید و توانست 75 دوش را به سوی تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش توپ انداختن برای تیم زون آمو بار دیگر عبدالواسی خوب درخشید و توانست 6 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در پایان این دیدار عبدالواسی از تیم زون آمو توانست با درخشش در بخش توپ انداختن از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت‌ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست بیاورد. رقابت‌های چهارجانبی فوتسال که به مناسبت از 27 ماه هود روز خبرنگار در ولایت هرات از سوی نمایندگی فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان برآ انداخته شده بود، امروز با قهرمانی تیم مقام ولایت هرات به پایان رسید. فیروز معشوف نماینده فدراسیون خبرنگاران ورزشی در غرب کشور هدف از برگزاری این رقابت‌ها را ایجاد روابط خوب میان خبرنگاران و مسئولین ادارات دولتی میگوید. هدفش هم در قدم اول 27 هود روز خبرنگار بود و دومین مسئله ایجاد اتحاد و همبستگی میان جامعه رسانه‌ای هرات، خبرنگارای عزیز ما و با ادارات دولتی و مخصوصا خب پلیس که یکی از اقشاری است که مستقیم با ما سر و کار داره و همچنین ادارات دولتی. حکومت وحدت ملی حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران داره، ولی در سطح محلی می‌بینیم که نه تنها هرات، فراه، غور و بادغیس و نیمروز هم چالش جدی است که ما نمی‌تونیم به دسترسی داشته باشیم به اطلاعاتی که نیاز هست. در این رقابت‌ها 4 تیم خبرنگاران، مقام ولایت، پلیس و منتخب ادارات دولتی حضور داشت. اول خود روز خبرنگار برای همه خبرنگاران تبریک میگویم و در سال 1397 تمام تلاش ما بری است که ما بتانیم مشکلاتی که در سال 1396 در قسمت دسترسی به اطلاعات وجود داشت اونا را از میان برداریم. از جمله که ما به شکل ماهوار الی 2 ماه یک بار جلسات مشترک با خبرنگاران خواهد داشتیم و دومی که 1 ساعت مشخصی در ولایت و در دفتر ولایت بر علاوه کنفرانس هایی که دفتر مطبوعاتی ما خواهد داد خود معاونین ولایت ارائه اطلاعات خواهند کردن و هر اداره که اگر اطلاعات نمیدادن شخصا ما اطلاعات جمع‌آوری میکنیم و اطلاعات در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد دادیم. مسابقات دوستانه بین ادارات دولتی، 2 اداره دولتی و خبرنگاران برگزار شده بود که بهانه شد برای دیدارهای بیشتر، ارتباطات بیشتر. در مجلس صحبت‌های خوب شد پیرامون مشکلات موجود سر راه خبرنگاران. در پایان این پیکارها تیم مقام ولایت به منظور حسن نیت با خبرنگاران جام قهرمانی را به تیم خبرنگاران هرات اهدا کرد. شاگردان زیدان پس از دیدار با پاریس ژرمن روند خوبی را طی کردند و در حال حاضر با 57 امتیاز در ردی 4م جدول قرار گرفتند. آنها در 6 بازی اخیر خود 5 پیروزی و 1 شکست به ثبت رساندند و به دنبال ادامه این روند هستند تا فاصله را با صدر جدول کاهش داده و به علاوه جایگاه خود در جدول را بهبود ببخشد. در آن سو خیرنا با 43 امتیاز در ردی 7م جدول قرار گرفته و شرایط خوبی را سپری می کند. آنها نیز در 6 بازی اخیر خود 4 پیروزی و 2 شکست به ثبت رساندند و فرم خوبی را دارند که مطمئناً کار ریال را برای این دیدار دشوار خواهد کرد. ریال امیدوار است با تکیه به حمایت هوادارانش بتواند در این دیدار حساس نتیجه خوب بگیرد. 2 تیم تا به حال 1 بار به مسافه یکدیگر رفتند که ریال موفق شده در آن دیدار به پیروزی برسد. حضور راموس، مودریچ، وایخو و بل در این بازی هنوز مشخص نیست. در آن سو پلانس و لیوس فارز نیز به این بازی نخواهد رسید. در ادامه دیدارهای هفته 29 لالیگای اسپانیا تیم‌های والنسیا و آلاوز برابر همسفاری کردند. در این بازی که در ورزشگاه ماستایا برگزار شد، این تیم میزبان بود که موفق شد با ارائه یک بازی هجومی 3-1 پیروز شود. برای والنسیا رودریگو در دقیقه 19، سیمون زازا در دقیقه 34 و لاگوردیا در دقیقه 54 با گل به خودی گلزنی کردند و در مقابل سنوبرینو در دقیقه 49 تنها گل مهمان را به ثمر رسانید. والنسیا با این پیروزی 50 امتیازی شد و بالاتر از رئال مادرید در مکان سوم قرار گرفت.
هفته 27 رقابت‌های بوندسلیگا شالکه در ولکس واگن آرنا مهمان وولفسبورگ بود و با یک گل پیروز شد. تک گل این بازی را کنوچی گل به خودی در دقیقه 86 به ثمر رسانید. شالکه‌ای ها با این برد 49 امتیازی شدند و به حضور خود در رده دوم بوندسلیگا ادامه دادند. وولفسبورگ هم با 25 امتیاز در رده 15 قرار دارد.